سلام بچه‌ها، چطورید؟ اینجا بتلزون و من کنیم. امروز میخوایم دو تا بازی خفن رو با هم دیگه مقایسه کنیم. نیت فور اسپید هیت و فورزا هوریزن 5. قبل از اینکه بریم سراغ شروع ویدیو حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید که ویدیو بعدیمون از دست ندید. اولین بخشی که میخوام براتون توضیح بدم بخش صدای ماشین است. داخل بازی نیت فور اسپید هیت صدای ماشین بیشتر آرکیدیه و روی حس هیجان تاکید داره، مخصوصا موقع نیترو زدن. اما فورزا هوریزن یه سطح بالاتره. صدای هر ماشین دقیقاً ضبط شده و حتی تغییرات تیونینگ تو هر موتور و اگزوز تاثیر متفاوتی روی صدای اون ماشین داره که حس واقعی گرایانه تری رو به راننده میده. در ادامه هم شما میتونین تفاوت بین صدای فورزا هوریزن و نیت فور اسپید هیت رو ببینید. در این بخش از ویدیو میخوایم به سرعت ماشینا بپردازیم. داخل نیت فور اسپید هیت شتابگیری ماشینا سریع و ناگهانیه، اما بیشتر حس آرکیدی داره و نیتروژن باعث افزایش سرعت ناگهانی میشه. کنترل ماشینا ساده تره و تمرکز روی لذت بردن از سرعت خالصه. اما فورزا هوریزن واقع گرایانه تره. شتاب و حداکثر سرعت هر ماشین بر اساس مدل واقعی طراحی شده. تأثیر وزن، نوع جاده و تیونینگ روی سرعت کاملا محسوسه که تجربه نزدیکتر به رانندگی واقعی رو ارائه میده. در ادامه ویدیو هم براتون چند تا سنس از بازی‌ها گذاشتم که خودتون فرق بین نیت فور اسپید هیت و فورزا هوریزن 5 رو مشاهده کنید. در این بخش از ویدیو میخوام در مورد تیونینگ ماشینا و تاثیر مستقیمش روی سرعت ماشین یه توضیح کاملتری براتون بدم. توی نیت فور اسپید تیونینگ روی صدای ماشین تاثیر داره، ولی بیشتر جنبه نمایشی داره. مثلا تغییر اگزوز صدای غرش موتور رو عوض میکنه، اما خیلی عمیق نیست. اما توی فورزا هوریزن هر نوع تغییری داخل موتور، توربو یا اگزوز مستقیما روی صدای ماشین تاثیر داره. توربو شارژ ها صدای وایس آف میدن. سوپر شارژ ها هم یه ناله ممتد دارن که حتی تغییرات در سیستم اگزوز تون صدا رو واقع گرایانه تر میکنه. در ادامه هم چند تا صحنه براتون حاضر کردم که تفاوت بین این دو بازی رو ببینید. توی نیت فور اسپید هیت تیونینگ ماشین ها بیشتر روی شخصی سازی بصری و بهبود عملکرد تمرکز داره. میتونی موتور توربو، ECU و سیستم نیترو رو تغییر بدید تا شتاب و حداکثر سرعت رو بالا ببری. اما فیزیک رانندگی همچنان آرکیده و خیلی به جزئیات واقعی توجه نداره. از اون طرف فورزا هوریزن یه سیستم تیونینگ عمیق‌تر و حرفه‌ای‌تر داره که تغییرات مثل وزن ماشین، نوع تایر، گیربکس و حتی تنظیمات آیرودینامیک مستقیما روی شتاب، کنترل و حداکثر سرعت تاثیر میذاره. یه ماشین تیون شده توی فورزا میتونه عملکرد کاملا متفاوتی داشته باشه که تجربه نزدیکتری به دنیای واقعی ارائه میده.
در این بخش میخوایم به کاستومایزیشن نیت فور اسپید هیت که یکی از بهترین و کاملترین سیستم‌های شخصی سازی بین بازیکن ریزینگ رو داره بپردازیم. این بازی به بازیکن اجازه رو میده که ماشین‌هاشون رو از نظر ظاهری و عملکرد تغییر بدن و یه خودروی کاملا منحصر به فرد بسازن. در نیت فور اسپید هیت شما میتونید تقریبا تمام بخش‌های ماشین رو تغییر بدین: سپر جلو، عقب، کاپوت، گلگیرا، رکاب‌های جانبی، ارتفاع ماشین، رینگ‌ها، تایرهای خاص، نئون‌های رنگی زیر ماشین، چراغ‌های LED سفارشی، دودهای رنگی اگزوز، حتی صدای اگزوزها قابل تنظیمه. طراحی گرافیکی و استیکرهای حرفه‌ای برای بدنه هم وجود داره. این ویژگی باعث میشه ماشینت کاملا شخصی‌سازی و خاص بشه، درست مثل یه خودرو خیابانی که توی دنیای واقعی تیون شده. توی نیت فور اسپید هیت یه سیستم تیونینگ داره که عملکرد ماشین رو بهبود میده، اما مثل فورزا پیچیده نیست. میتونه قطعات زیر ماشین رو ارتقا بدی: موتور توربو برای افزایش سرعت و شتاب، گیربکس و ECU برای بهینه‌سازی عملکرد ماشین، ترمز و سیستم تعلیق برای کنترل بهتر پیچ‌ها و سیستم نیتروژن با میزان و قدرت مختلف وجود داره. این تیونینگ ها باعث میشه ماشین سریعتر و چابکتر بشه، ولی همچنان حس آرکیدی داره و خیلی وارد جزئیات فنی نمیشه. یکی دیگه از جالب‌ترین ویژگی‌های کاستومایزیشن نیت فور اسپید هیت تنظیم صدای اگزوز. میتونی صدای غرش موتور رو تنظیم کنی و بین تون‌های مختلف، بم، تیز، ترکیدن اگزوز و غیره انتخاب کنی که تو بازی‌های آرکیدی کمتر دیده میشه. میرسیم به بخش بررسی کاستومایزیشن در بازی فورزا هوریزن. فورزا هوریزن هم یه سیستم کاستومایزیشن داره که تمرکزش بیشتر روی عملکرد و تیونینگ فنیه. برخلاف نیت فور اسپید هیت که بیشتر به تغییرات ظاهری میپردازه، فورزا اجازه میده که ماشینت رو از لحاظ موتور، سیستم انتقال قدرت، تایرها، حتی تنظیمات جزئی مکانیکی کاملا تغییر بدی. فورزا هم مثل نیت فور اسپید هیت بخش ظاهری داره، ولی به اون اندازه گسترده نیست. تغییر رینگ و اندازه تایرها، اضافه کردن کیت‌ها به بدنه برای بعضی از ماشین‌ها، تغییر اسپویلر، کاپوت و سپر محدود و امکان طراحی و رنگ‌آمیزی سفارشی با دیتیل بالا. برخلاف نیت فور اسپید هیت خبری از نئون‌های زیر ماشین و دودهای رنگی اگزوز با تنظیم صدای موتور نیست، اما میتونی ماشینت رو با طراحی‌های گرافیکی حرفه‌ای شخصی‌سازی کنی که جامعه پلیرهای فورزا کلی طراح خفن به اشتراک میذارن. فورزا همچنین توی بخش تیونینگ عملکردی دستتو باز میذاره و کاملا واقع‌گرایانه است. میتونی هر نوع تغییری در زیر و روی ماشین اعمال کنی: تعویض موتور، مثلا یک موتور V12 رو بنداز روی ماشین کلاسیک، تغییر سیستم انتقال قدرت، تنظیم فنربندی و تعلیق و سیستم فرمان برای کنترل بهتر، تنظیم تایرها و میزان چسبندگی به جاده، تنظیم دقیق دنده ها برای حداکثر سرعت یا شتاب بهتر. اینجا تفاوت اصلی بین فورزا و نیت فور اسپید مشخص میشه. توی نیت فور اسپید فقط میتونی قطعات موتور رو ارتقا بدی، نیترو بزنی، اما توی فورزا همه چی تحت کنترل توه، حتی فشار لاستیکا و میزان وزن ماشین. یکی از جذاب‌ترین ویژگی‌های فورزا اینه که شما هر تغییری توی موتور یا اگزوز بدین مستقیما روی صدای ماشین تاثیر میذاره. برای مثال توربو شارژ باعث ایجاد صدای وایس آف میشه، سوپر شارژ یه ناله ممتد به صدای موتور اضافه میکنه، تعویض اگزوز تون صدای ماشین رو تغییر میده، از بم و خفه تا تیز و پرسر صدا. برخلاف نیت فور اسپید که بیشتر جنبه نمایشی داره، توی فورزا همه چی شبیه دنیای واقعی طراحی شده. دوستای گلم، به آخر ویدیو امروزمون رسیدیم. شما کدوم انتخاب میکنین؟ فورزا یا نیت فور اسپید؟ نظر خودتون تو کامنت ها برام بنویسید و حتما اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنید، سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید که ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندید.